ونزوئلا با بحران عمیق روبرو شده است. اعتراضها 2 ماه به این سو ادامه دارند. ناآرامی از کجا منشأ می‌گیرد؟ ظاهراً از ناکامی اقتصادی. ونزوئلا شدیداً پایبند درآمد از صادرات نفت است. پایین روی نرخ مواد سوخت اکثر برنامه‌های اجتماعی این کشور را به هم زد. شفاخانه‌ها امکان دریافت دوا ندارند. بسیاری‌ها حتی غذای سری نمی‌خورند. سیاست‌های نادرست ما را اذیت می‌دهند. مردم در کوچه‌ها می‌میرند. مردم در میان اخلاط غذا می‌جویند. شغل هم نیست. مردم بیکار مانده پول در دست ندارند. مخالفان پرزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو میگویند که او در فکر بنیاد دیکتاتور است. پرزیدنت ونزوئلا سعی دارد مجمع مردمی تشکیل کند و آن را از صلاحیت تغییر قانون اساسی برخوردار نماید. حکومت مادورو رهبر مخالفین انریکه کاپریلس را از اشغال کرسی‌های دولتی محروم کرده است. آخری ماه‌های مارس دادگاه عالی صلاحیت پارلمان را لغو کرد ولی زود از این اقدام دست کشید. با گسترش اعتراضها حکومت مادورو گارد ملی را به کوچه برآورد. دادستان کل ونزوئلا میگوید که حکومت به استفاده از حد زیاد نیرو راه داد. El día de hoy 55 personas fallecidas. تا حال 55 کس کشته شده است. 52 فرد ملکی، 2 افسر پلیس و 1 نظامی. ما جراحت کمش 1000 نفر را به قید گرفته ایم. Asimismo hemos registrado un total hoy 1000 personas lesionadas. شماره ضرردیدگان افزایش می‌یابد. اعتراضگران می‌خواهند امسال انتخابات برگزار شود و علامتی نیست که آنها از این طلب خود دست بکشند.